بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین مسئله انقلاب اسلامی رو داشتیم میپرداختیم، یعنی عقلانیت انقلاب اسلامی، اون چیزی که ما رو مسئله مبارزه با آمریکا، تحمل هزینه هاش، مسئله فلسطین و اینها نگه داشته و اینکه آیا این عقلانیت روی چیزهای دیگری هم باید ما رو نگه داره یا نه. فهمی از اینکه خداوند ساکت در نبردها، مبارزه ها کی به سخن در میاد و جنودش رو در یک طرف مبارزه به کار میندازه، طرفداری میکنه و نتیجه رو به نفع او میگردانه. این عقلانیت اگر کشف بشه به نظر میرسه خیلی از مسائل انقلاب میتونه حل بشه و به پیش بره و برعکس که در مورد برعکسش مفصل صحبت خواهیم کرد. در غیر این صورت یا دینداری نصفه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب من این جلسه میخوام به جنس بحث بپردازم. مقدمه است بر اون چیزی که در جلسه دیگه میخوام یه مقدار بگم. جنس بحث آیا یک بحث عقلاییه؟ باید عقلمون رو به کار بندازیم، باید فکر بکنیم تا اینکه بفهمیم خدا کجا ما رو یاری میکنه، یا اصلا مسئله رو شاید یه خورده طرفدارانه از خودم مطرح کردم، نگم یاری خدا. آیا برای اینکه تنش‌زایی بکنیم یا نکنیم، انقلابی باشیم یا نباشیم، سر این مسئله مقاومت کنیم یا اون یکی مسئله، باید بیشتر عقلمون رو به کار بندازیم، عقلانیتی مستقل از منابع دینی داشته باشیم، یا نه جنس بحث جنس دیگری است؟ من تلاش داشتم در جلسات گذشته این مفهوم رو به ذهن القا بکنم که ظاهراً با عقلانیت جدیدی روبرویم. ظاهراً جنس بحث جنس متن محوری هم هست، در عین عقل محور بودن، اصلا نمیخوام اونو انکار بکنم. انواع یاری هایی که خداوند گفته یاری های ویژه‌ایه در حوزه های خاصی. اینا رو کدوم عقلی میخواد بفهمه یا تشخیص بده یا پیش بینی بکنه مستقل از وحی؟ خدا وقتی که قرار شد توی یک قاعده‌ای بگه به مرز جنگ که رسیدی شیطان فرار میکنه چون این قاعده رو بلده، اینو کدوم عقل میخواد تشخیص بده؟ من نمیذارم شما اینجا شکست بخورید ولو بلغ ما بلغ، ولو با تأمین قلبی، ولو با تثبیت قدم، ولو با بارون، ولو با جنود آسمان ها و زمین، ولو با یه خواب یه چرت، ولو با اصلا ملک براتون میفرستم. اینو چه عقلی میخواد دقیق بفهمه کی باید تنش‌زایی بکنه کی نکنه؟ خب پس ما جنس بحثی که انتظار داریم اینه: نقش راهی اگر وجود دارد، گام به گامی اگر وجود دارد، ممکنه اقلا متن به ما ارائهش بده. من یه چند تا نکته بگم. مثلا تفاوت جنگ و با غیر جنگ گفتم، تفاوت قیمت گذاری با بقیه حوزه های سیاست گذاری، این دوتا رو کی میخواد جدا بکنه از بین همه مسئله های سیاست گذاری و بگه این دوتا خیلی شبیه بقیه نیستن؟ فکری که میکنیم، سیاستی که میگذاریم خیلی شبیه بقیه نیست. از این ابزارهای سیاست گذاری باید استفاده کرد، از اون یکی ها نه. تو جنگ از صلح در اثر کم آوردن، خسته شدن نباید استفاده کرد، ولی از یه سری ابزار دیگه آره. از اسلحه جمع کردن برای ترساندن طرف مقابل میشه استفاده کرد، ولی از تکیه و امید به اسلحه برای برد در جنگ نه، شکست رو ایجاد میکنه. این تفکیک ها رو کی میخواد بده؟ خب ما تصوری که در مورد متن دین داریم بعضا تصورات اشتباهی است و من شخصا خیلی اذیت میشم از این تصورات. وقتی خود انسانی مجای خدا صاحب متن اینها میگذارن، تصور ما از متن دین چیه؟ معمولا شنیدید که مشکل اصلا در ندانستن نیست. دین که معلومه چی میگه. دین میگه آدم باشید. خوبه؟
دین همون چیزایی رو میگه که میفهمیم دیگه. بریم یه پژوهش سیاستگزارانه‌ای بکنیم ببینیم باید به کی مالیات ببندیم که عادلانه تر باشه، نرخ سود بانکی رو چند بذاریم که بهینه تر باشه. اینا رو عقل میفهمه. خدا مگه ممکنه بیاد بگه ببین ابزار مالیات رو استفاده نکن، سود ثابت رو نمیخوام، ابزارهایی مثل ریختن جنس در بازار رو استفاده بکن، قیمتگذاری دستوری استفاده نکن، مالیات بر عایدی سرمایه رو استفاده نکن، مالیات بر خانه های خالی رو استفاده بکن. این تفکیک ها مگه تو دینه؟ اصلاً بعضا چنین تفاوت هایی رو ما در نصوص فکرش رو هم نمی کنیم که وجود داشته باشه. نگاهمون به نص اینه، یکی از این نگاه هاست، یا یک نگاه زمانیه که آقا یه مسائلی در اون دوران لباس زمانه پوشیده شده برش، لباس این که یک عربی با یک عرب دیگری درگیر در یک زمانی در یک مکانی، اون لباس ها باعث یه سری جزئیات شده در متن. اتفاقا کار من این جزئیات رو بکنم بذارم کنار ببینم مفهوم داخل این اتفاق چیست. وقتی اون زمان و قالب جزئیاتش رو میکنیم، خصوصا با اطلاعات کمی که داریم که آیا این جمله زمانی است یا نه، این قیدش زمانی است یا نه، اون یکی قیدش زمانی است یا نه، چیز زیادی از اون چیزی که از متن برمیداریم نمیمونه. اجمالاً این میمونه زیر بار ظلم نرو، عدالت میخوام، همون شعارهایی که شاید خیلیاش رو خیلی از مکاتب دیگه هم دادن و شیطان اون مکاتب در جزئیاتشون بوده. همینقدر از متن داریم استفاده میکنیم. نهایتاً یه وقتایی میگیم نه ما اینقدر استفاده نمیکنیم، بیشتر استفاده میکنیم. ما وضع مطلوب رو از متن میفهمیم، وضع موجود رو الان باید بفهمیم، بعد فکر کنیم ببینیم چجوری به وضع مطلوبی که خدا تصویر کرده برا ما نقاشی کرده به این وضع مطلوب برسیم. اولا کلن مسئله در وضع موجوده، کلن مسئله اصلا نگم در کل مسیر، مسئله در هیچی نیست. پاسخ اصلی اینه الان در گام بعدی چی کار بکنیم. مسئله اصل و اساسش تو اینه. اگر با دین اینو حل کردی دین نیست، دین خیلی به کارت نیومده. اینم هیچی. بریم متن رو بررسی بکنیم. چند درصد متون دارن برای ما بهشت آرمانی زمان نهایی رو میکشن؟ چند درصد متون در مورد قوانین زمان امام زمان هستند؟ چند درصد متون در مورد جامعه بهشتی که بعد از خلافت انسان مقدم شدنش، اتفاق افتادنش، بالفعل شدنش داره ایجاد میشه توصیف اون هستن؟ بگم 10% خوبه؟ زیاد گفتم. تمام قرآن، در قرآن رو باز کن، نیست 2 صفحه‌ای که باز بکنی و روایات هم همچنین، الا اینکه توش به تعبیر من 2 نفر دارن میزنن سر کله هم، دعواست، مشرک توشه، منافق توشه، دشمن توشه، ضعیف الایمان توشه. یکم با قرآن آشنا باشی می‌بینی 90% متن اینجوری از دست میره. نه اینم نیست. یه کار دیگه میکنیم. تصور ما در مورد حرفی که دین میزنه اینه که دین به ما وضع مطلوب رو میده، برای حل مسئله این چیزی که حل نامیدیم متناسب با اون اقتضاعات پیچیده و شرایطی که اطراف ما هست یه سری قواعدم میده. اینم اضافه کن. میگی سیاست خارجی، درگیری، جنگ کنیم، صلح کنیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. 2 تا قاعده به تو میده. میگه مثلا قاعده نفی سبیل، زیر بار کفر نرو، دست پایین نسبت به کفر در کل این مراحل، در کل این مسیر. ببین دارم در مورد مسیر صحبت میکنم، فقط وضع مطلوب نیست. زیر بار کفر نرو.
این یه قاعده است. نهایتا بریم جلو، خب باشه، صلح از سر سستی هم نپذیر، این دومین قاعده. ولی مسیر رو که ترسیم نمیکنه. خدا و متن چقدر حرف میزنه برای ما. تا این تصور رو درست نکنیم، اصلا ادامه دادن به عقلانیتی که مسئله فلسطین رو گذاشت تو دومن ما، ادامه دادن بی ثمریه. نهایتا اینه که باید به خمینی امت اعتماد بکنیم. کار خوبیه اعتماد بکنیم، ولی ادامهش رو چیکار میکنیم؟ بقیه مسئله ها رو چیکار میکنیم؟ رشد این عقلانیت رو چه میکنی؟ این عقلانیت باید رشد بکنه. متن بیش از این حرف میزنه عزیزان. متن نقش راه به ما میده، ابزارهای سیاستی معرفی میکنه. در مورد مثلا مسئله تنش میگه با کی درگیر شو، گامهایی رو در نقش راهش ترسیم میکنه. این گامها بلند پروازانه است، بله، اما منطق خودش رو داره. گامهایی است، نه 10,000 گام، ولی مثلا 10,000 گام رو تبدیل کرده به 10 گام. در گام اول نمیشه تصویر مطلوب گام دهم رو ایجاد کرد، اما امتحان ایمان به غیب شما هم از بین نمیره. من میخوام اون 1000 گام اول رو در یک گام برداری، بردار. چرا؟ چون میخوام ببینم چقدر به من خدا اعتماد داری، به وعده من اعتماد داری. اگه قرار بود همه چی مطابق محاسبات باشه که پس این متن چی داره میگه؟ متن بیش از اینها حرف میزند. تصور ما اشتباه نباشد. نقش راهی رو شروع میکنه از نقطه بعثت و بعد از اون میرسونه تا نقطه نصرالله و الفتح. میگه در این مدت با کی درگیر باش، در چه جبهه ای، با چه کسی درگیر نباش و او رو چگونه مدیریت کن، در چه سیاست هایی، دید واقع بینانه نسبت به او چیست و اگر با کسی درگیری در چه جبهه ای درگیری رو شروع کن و ادامه بده. همه اینها رو متن میگه. اگر دیدمون نسبت به متن اینه که ممکنه حرف زیادی بزنه، پس باید خودمون رو آماده کنیم برای تسلیم، برای انقلابی بودن روشمند، برای عمل به تعهدی که در عهد ابتدای انقلاب به خداوند دادیم و گفتیم اسلام حاکم شود. اسلام حاکم شدن یعنی این. و تصور اشتباه از متن بسیار ما رو اذیت میکنه و کرده. شاید اشتباه نباشه اگر بگم باز هم بزرگترین معضل انقلاب اسلامی در طول این دهه ها همین بوده، اینکه اسلام چه میگوید. در قسمت بعدی به ادامش میپردازیم.